تن هر شخصیتی که وقتی طهارت کرد چقدر طهارتی خوب کرد. برادران عزیز، شما یک اهمیت بتیه که پیغمبر بزرگوار وقتی در باب فضیلت طهارت یعنی گفته ساده است، در هر یک جملهش یعنی طهارتی خوب میگه، چون که اکثر مردم ما طهارتی خوب ندارن. بعضی جوانها رو من طهارت کردنشون میبینیم، بعد از طهارت میبینی آرینجاشون خشک هستن یعنی تر نشدن، یا اینکه بوجیلکای پاشون خشک میمونن، یا اینکه خلال انگشتای بین پا را اهمیت نمیتین. حتی انسانیت باید هم بین انگشتا را چقدر آب برسانه که خشک نمانه. اگر خشک مان طهارتش درست نمیشه. پیغمبر بزرگوارتان هر شخصیتی که طهارت کنه و چقدر طهارتی کامل طهارتی بود که تمام اعضاهاش با آب پاکیزه بشوه. بعد از طهارت کردنش این کلمه شهادت که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، این کلمه را بعد از طهارت کردنش بگوید، خداوند تمام درهای جنت در روی هم شخصیت کشاده میگرداند و براش میگفته است که از کدام در جنت میخواهی در جنت داخل شی. ببینید برادر عزیز که چی فضیلتی بزرگ. بعد از طهارت کردن این یگان دشواری نداره. الحمدلله همه ما و شما کلمه را میتونیم. بعد از طهارت کردن هر انسان میگفت است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این جمله را هر شخصیتی که گفت، خداوند تمام درهای جنت برای اون شخصیت کشاده میگردانده است و میگفت است از کدام در جنت میخواهی داخل شد. در روایت دیگر از جناب پیغمبر میگه که در جنت دری هست که در یعنی نماز است، در ریان برای روزدارها هست، درهای جنت مخصوص برای هر طایفه هستند. اما این ببین که برای انسان طهارت کننده خداوند تمام در جنت در روش کشاده میگردانده است. اگر انسان یعنی روزدار بگن از در ریان بدرا، یا اینکه نمازخوان بگن از باب صلات داخل جنت شد، انسان طهارت کنه میفته است که از کدام در جنت میخواهی داخل جنت شد. ببین این فضیلت طهارت است برادران عزیز. ما و شما باید حرکت کنیم که همه لحظه با طهارت بگذرن. متاسفانه امروز اکثر مردم ما تا وقتی نماز نشود طهارت نمیکنن. یا اینکه بگویم میبخشه برادرم قرآن من ابتی میگه تحصیل میبخشه طهارت ندارم، مسجد آمده میگه طهارت ندارم، یا اینکه میسته کو کی اشاره خاری عذاب بگم بعد پس طهارت کنیش میرم. انسانیت باید همه وقت همیشه پای به طهارت. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که انسان اگر پیش از خواب رفتنش طهارت کنه و خواب روه، تا سحر خوابش عبادت نوشته میشود. پای به طهارت خواب رفتن وقتی خواب رکو یکون بلا نمیزنه. مردم ما میان باید میگه تحصیل شو خواب دید یک گاو سرم کرد، در یک چقری افتادم، مار گزیدم، کور مکندم، یک سخنهای بعد میفهمی چیکار کرده. خفتنش هم نخونده است خواب رفته، یا ویتری واجبش هم نخونده خواب رفته. طهارت کن، پای با طهارت خواب. انشاءالله شب خواب میبینی جناب پیغمبر را در خوابت میبینی، حج رفتن خواب میبینی، نماز خواندن خواب میبینی، قرآن خواندن خواب میبینی وقتی پای با طهارت خواب. اما پای به طهارت گفتیم که در حالت بی طهارتی یا اینکه در حالت جنابت هم خیلی حالت خطرناکه برادر عزیز. اکثر مردمی که سحر و جادو در اونها تاثیر میکنه در حالت جنابت تاثیرش میکنه برادر عزیز. و این خاطر انسانیت جوانای محترم تا مرده و تنبلی بد نشوید. بعضیاش من از سوال میکنم میگه تاثیر بعد از همراهی هم سرت خواب رفتن سحر غسل کنی چیکار میکنه؟ آخه ده همین بنیه ها و ده همین آوای گرمی که همیشه هستن این خیلی تنبلی و مردگی. برای آوازی که بیا به حضور خواب را آخی. وقتی که انسان پاکیزه باشه، پای به طهارت باشه، او را انشاءالله رب العالمین که نه سحر تاثیرش میکنه، نه جادو تاثیرش میکنه، نه جین میزنش، نه شیطان او را یعنی به سبب خوابهای هر نموده یعنی او را تشویش میگردانه. انشاءالله خوابهای خوبی. به خاطر انسانیت حرکت کنه که همه وقت بشه پای به طهارت باشه.